سلام. تو این ویدیو منتظمان بسته شدن اتوماتیک جک های سیماران رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم. این آیتم به صورت TP تعریف شده که وارد زیر مجموعه میشیم و اون منوی مربوطه رو تنظیم میکنیم و سیو میکنیم و در آخر سر تست میگیریم. نحوه کار به این صورت هستش که شما دکمه A رو یه بار میزنید به PA میرسید، منوی PA در زیر مجموعه منو قسمت TP چند ثانیه صبر کنید. مدت زمان قبلی یا پیش‌فرضی که برای پرتنش شدن رو شما میبینید. الان 20 ثانیه هستش. من با دکمه سومی و چهارمی این آیتم رو میتونم کم و زیاد کنم. پله های این بورد 5 ثانیه هستش. من الان مثلا مطلوبم روی 35 ثانیه هستش و دکمه بی رو مجدد میزنم تا برسم به منوی SU و با دکمه سومی اطلاعات ذخیره میشه. کار تمام شد و شما باید یه بار تست بگیرید جهت اطمینان. با سپاس.